سلام، تیچر اسما هستم با آموزش درس 2 کتاب زبان انگلیسی 8. Lesson 2 My week هفته من Conversation Listen to the English teacher and students talking about helping a classmate. گوش بدین به مکالمه بین معلم و دانش آموز که صحبت میکنن در مورد کمک کردن به همکلاسیشون. Teacher and student. Teacher, what do you do in the afternoon, ریحانه؟ What do you do؟ بچه موقع سوال پرسیده میشه که میخواد بگه چه کاری انجام میدی؟ بدون زمان. What do you do؟ چه کاری انجام میدی؟ In the afternoon یعنی عصرا چه کار انجام میدی؟ ریحانه. Student. Well, I go to gym on Sundays and Tuesday. خب من میرم به باشگاه روزای یک شنبه و سه شنبه. Teacher, how about Friday mornings? How about یعنی چطور صبح جمعه چطور؟ How about Friday morning صبح جمعه چه کار انجام میدیم؟ Student, I stay at home and relax. Why? من میمونم خونه و استراحت میکنم. چرا؟ Teacher, you know تو میدونی شیوا is not very good at English. تو میدونی شیوا خوب نیست تو انگلیسی. Can you help her? میتونی کمکش کنی؟ Student, oh sure بله حتما. Teacher, that sounds great. این عالیه. When can you start? When یعنی چه زمانی؟ کی؟ چه روزی؟ Can you start میتونی شروع کنی؟ Student, this Wednesday afternoon. چهارشنبه عصر میتونم شروع کنیم. Teacher, that's fine. این عالیه. Thank you. متشکرم. I'll let her know. بهش خبر میدم. متشکرم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.